5 نکته مهم برای سرمایه گذاری ملکی که اگه ندونی سرمایه تو به باد می‌بری. اگه حتی 1% به خرید زمین یا ملکی فکر میکنی پس تا آخر این ویدیو همراه من باش، چون اگه 1% هم اشتباه بکنی کل سرمایه عمر تو به باد می‌بری. نکته اول، منطقه‌ای که آینده داره ملک بخر، نه منطقه‌ای که گرونه، چون منطقه‌ای که الان ارزونه طرح توسعه داره. و اما نکته دوم، سرمایه‌ات کمه نمیتونی ملکی بخری، این که مهم نیست، استراتژیه که مهمه. اگه میخوای با سرمایه کمم ملک بخری باید بدونی کی و کجا و چطوری. اگه تا اینجای ویدیو همراه منی و داری به این فکر میکنی که کاش یکی بود منو راهنمایی میکرد، پس کافیه همین الان کانالمون رو سابسکرایب کنی. نکته سوم، احساسی تصمیم نگیر. اون خونه خوشگله‌ای که ظاهرش رو پسند کردی ممکنه بهت ضرر بده. فقط الان عددها و پتانسیلی که برات مهمه توی خرید ملک. نکته چهارم، همیشه رو ملکی سرمایه گذاری کن که برات درآمدزا باشه. این یعنی دارایی زنده. و اما نکته آخر، بدون مشاوره تخصصی یک چوب کبریت هم نخر، چون ممکنه یه مشاوره اشتباه کل دارایی تو به باد بده. اگه میخوای خرید ملک اصولیشو یاد بگیری این ویدیومون رو از دست نده. راستی کانالمون هم سابسکرایب کن.